میخوای از رو دست من ببین. امتحان سخت نیست، نمیخوام بنویسم. چرا؟ بیخیال. سوال سوم گزینه ب میشه. ممنون. جمره. آقای معلم میتونم برگمو بدم؟ بیار. چی شد دخترم؟ سوالات سخت بود؟ آقای معلم میتونم برم بیرون؟ جمره بهت وقت میدم، بشین سوالا رو جواب بده. نمیخوام آقا. جمره چرا این کارو میکنی؟ چون دلم میخواد. خیلی خب برو. بچه‌ها مداداتون رو بذارین زمین. وای کتابا هنوز نشده. یه ذره دیگه معلم داریم فینیش میکنم. وقت تموم شده، بس دیگه. برگاهاتون بالا. بفرمایید آقا معلم. بفرمایید. 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 برگه منم بگیری. آقا معلم، من دیدم که این دختره داره تقلب میکنه. آقای معلم دروغ میگه، من تقلب نکردم. خودم دیدم. میخواین کیفشو ببینین؟ کیفتو باز کن ایلول. دخترم این چیه؟ این مال من نیست. نمیدونم تو کیف من چی کار میکنه. امشب بچه ها شام چی دارن؟ سیب زمینی درست کردم. دیروزم همین بود. چی کار کنم؟ انبار پر از سیب زمینیه. نریمان خانم گفت همه رو درست کن تا خراب نشه. خب دخترم حداقل یکم سیب زمینی ها رو کوچیک‌تر خورد میکردی. اینا همه پوست دارن. تو خونه خودت هم اینطوری غذا درست میکنی؟ آره اینطوری درست میکنم. چیه خوشت نمیاد؟ آقای معلم، دوستم ایلول وقتی میگه تقلب نکرده یعنی نکرده. شما دخالت نکنین. ما دیدیم تقلب کرد. مگه نه مروه؟ آره دیدیم. نه من تقلب نکردم. باید بری کمیته انضباطی، اونجا میتونی توضیح بدی. آقای معلم. آقای معلم من تقلب کردم. بعدم هول شدم انداختم تو کیف ایلول. من باید اینو باور کنم سرکان؟ آقا من تقلب کردم. همه کاغذاشونو بذارم برن. تو کلاس بمون. خیلی دوست دارم بدونم چه جوری میخوای جواب مامانو بدی. خب سرکان، دستت درد نکنه. چیزی شده خاله هدیه؟ چرا اخمات تو همه؟ من وقتی حرف میزنم میشم جاسوس. برای همین نپرسین. پرسیدم دیگه. تعریف کن، میخوام ببینم چی شده. این آشپز جدیدی که تو آشپزخونه کار میکنه همونی که نریمان خانم استخدام کرده. انگار به نظرم فامیل دورشم میشه. آره خیلی کثیفه. غذایی که درست میکنه قابل خوردن نیست. میگم میشه شما با نریمان خانم صحبت کنین؟ خیلی خوب باشه. تو خودتو ناراحت نکن، من به این موضوع رسیدگی میکنم. ممنون.
منم ممنونم. باشه عزیزم، باشه. اگه با دوستات نمیسازی خب خونتو عوض کن. یه خونه نزدیک دانشگاه پیدا کن. خب گرون باشه اشکالی نداره. راحتی تو برای تمرکز روی درسات از هر چیزی مهمتره. من برات پول میفرستم عزیزم. باشه دختر گلم. تو تصمیم بگیر به من خبر بده. به بقیه‌شم فکر نکن. منم دلم برات تنگ شده. خیلی خوب، من دیگه باید برم. میبوسمت عزیزم. چی شده فریده؟ بازم مشکلی پیش اومده؟ میخواستم در مورد آشپز باهاتون صحبت کنم. چی شده مگه؟ چی کار کرده؟ بعد غذا درست میکنه. هدیه شکایت کرده؟ اگه بخواین میتونیم توی روزنامه آگهی بدیم تا چند روز دیگه. لازم نیست. تو به هدیه توجه نکن. خدا میدونه باز چرا بحثشون شده. خیلی خوب، اگه کار دیگه ای نداری میتونی بری. نریمان خانم، دارم میگم غذا خوب درست نمیکنه. به تو چه دخترم ها؟ به تو چه؟ مگه تو از اون غذا میخوری؟ توبه از دست اینا. بچه ها میخورن. اونا جوونن، مثل گرگ گرسنه، هر چی جلوشون بذاری میخورن. خب دیگه اگه کار دیگه ای نداری میشه بری؟ برو، من خیلی کار دارم. دخترا من سر کلاس نمیام. میخوام برم دیدن بشرا. هوامو داشته باشین باشه؟ باشه. ایلول، بیا بریم یه دوری بزنیم. نه ترس بابا، تا وقتی خودت نخوای به دست نمیزنم. نمیخوام. یعنی چی نمیخوام؟ هر کاری میگم باید انجام بدی، وگرنه چاقویی که موقع فرار جا گذاشتی و میدم به پلیس. بدبختت میکنم، تو زندون میپوسی. تو این مدت هم بشرا بزرگ میشه، میفهمی که؟ جمره جون، میشه یکم با هم صحبت کنی؟ صحبت کن عزیزم، کنار ما صحبت کن. چی میخوای بگی؟ چی میخوای دافنه؟ میخوام ازت معذرت خواهی کنم. میدونم که باهات بد رفتاری کردم، ولی فکر میکردم از من بدت میاد. وای عزیزم، خیلی احساساتی شدم. یادت رفته ما چه دوستای خوبی بودیم؟ من دلم برای اون روزا تنگ شده. نه مروه نه الینا هیچ کدوم جای تو رو نمیگیرن. دختر، تو رو خدا برو پی کارت. داره ادا در میاره، باور نکن. جمره خواهش میکنم، ما دوستای قدیمی هستیم، خودت هم میدونی. امروز بعد از مدرسه با هم بریم بیرون. بیا بریم از بوفه یه چیزی بخریم. باشه. با اون رفت، رسما ما رو فروخت. منم بودم میفروختم، مخصوصا اگه دوسته پولدار داشتم. آخه دختر، تو چرا انقدر گدا گشنه‌ای؟ هستم، مشکل داری؟ این دافنه یه وقت با جمره بدرفتاری نکنه. هر کاری میخواد بکنه. به من چه، خسته شدم از بس به بقیه فکر کردم.